صدای تیرپرانی شنیده شد. ما هم صدای تیر رو میشنویم و شما خبر میرسونیم که مکانتان رو محافظت کنید. شما رو فهمیدم، محافظت میکنید. از نظر گذرانید، بعد به ماشین سوار کنید. اطاعت. خزید زودتر خزید. این را گیرید. زودتر خزید. نجوم و تو میگویم نجوم بیر. راه گردید زودتر راه گردید. حرکت کنید. زودتر راه گرد حرکت کنید. مدیری حبسخانه را آورده. او را هم برید. اطاعت سردار. راه گرد زودتر راه گرد. ایسته. با ما روی خط محبوسان محبسخانه رو میارید. از من یگان چیز گرفته نمیتوانید. مرا گوش کن. تو عینی حال در اختیار خودت نیستی. یا گفتم رو میکنی یا اینکه در پیشانت میپرانم. بی‌شرفانی نابکار. برید او را برید. نیازی آنها چند کس میباشند؟ سردار آمدید نمیدونم. با فکرم 15-20 نفر هستند. اوه اینقدر بسیار بودن. چه خیلی میدرویم سردارم؟ اول به نظرشان براییم بعد میبینیم. اکیگید کم در تستر بیرا پرچه مو رو پویان میکنم. خیری از سبب رو خراب نکن سبب را. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ دفع شده روید از اینجا. کی هستیم ما؟ او از کی بودن ما بخبر است. نباشد با او نشان میدهیم. اسکرها میآیند. صدای سلاح میآید. پاسبانان محبسخانه در کجاند؟ در آن طرف دیوارها. در را نظارت کنید. چشمتان را از حجره نوبدار نکنید. کسی که برایت پرانید. از همه اساس این که پرچم ترکیه را پایان کرده و جایش پرچم ججک را آویزان کنید. این نوبدار را با تلویزیون تامین نمایید. قیامت را با پا خیزانید. تو رفته به یک جای مخفی پنهان میشوید. از درهای درآمد و برآمد ثانیه به ثانیه به من خبر میدهید. زود باشه. اطاعت سردار. اجازه ده شرف پرچممان رو آویزان کردن نصیب من شود. انکی مادامی که اینقدر هوس داری کلی کارت رو بینیم زودتر. اما با دقت باشید تا من فرمان ندیم هرگز نپرانید. فهما؟ اطاعت کماندو. راه گردید. جناب مرا میشنوید؟ کماندان حبسخانه و افسران میآیند. همه جایش را گیرد. درآمد رو با در دیگر کنید. هرگز این آدم ها را نگذارید که در آید. در درون افسران میباشند. با دقت باشه. احتیاط کنید. این آدمو کی هستن؟ از کجا آمدن؟ نمیدونم. زودتر به شوی خبر ده. این آدم چیکار میکنه؟ پرچم ما رو پایان میفرارد. یک شاهی یک آدم پرچم من رو پایان فراورده ایستاده است. اجازه ده دو رو پرانم. شاهی خلایق اجازه پران او رو پران.
زودتر باشید زودتر. در آنجا کسی هست. زودتر محافظت کنید زودتر. جنابان زد و خورد آغاز یافت. کماندان هم در آنجا می باشد. سردارم آنها درآمد را زیر نظارت گرفتند. چی خیل می درآید؟ به من گوش کنید. این بیشرفان پرچم ما را فراورده شرفی ما را یک تینی پوچک کردنی هستند. اگر آن پرچم از آنجا فراورده شود و پرچم خودشان را آویزند، اول شما را میپرانم بعد خودم را. قسم میخورم که همین کار را میکنم. این پرچم از آنجا نباید پایان شود. لازم شود به خاک یکسان میشویم و آن پرچم پایان نمیشود. فهمیدید مرا؟ شما را فهمیدید. گوش کن، وقتی گپ زدن نیست. وقتی است که راه حل را باید یابیم. بیا زودتر میرویم. اول به نزد قماندان باید رویم. رفتیم. حربیش را با پایان فراره. زودتر زودتر فراره. کماندان میپرونن چیکار کنیم؟ بابا در آمدن این باش با خودتون رو حفظ کنید. شما را فهمیدید. سلاح ها را چوب ها را بیارید و درون در آمده به محبوسان تقسیم کنید. زودتر شوید. فهمیدید؟ ما به درون می دراییم. شما در اینجا ایستاده در را نظارت کنید. من شما را ما در اینجا میستیم. زودتر زودتر. با قطار گذار. زود زود. قماندان شما کیستید؟ از استخبارات مخصوص. امنیت، مجادله بر ضد ترور. از درون یگان خبری است؟ از روی گفته افسران با محبسان سلاح تقسیم میکنند. از کلبه نوبتداران باشد یک افسرمان را شخصانی که پرچم را نیتی فراوردن داشتند پراندند. از اینجا در آمدن ما غیر امکان است. یگان درآمد دیگر دارد؟ اینجا محبس خانه است. چند درآمد باید داشته باشد؟ برای مشکل شدن فقط یک راهی درآمد و برآمد وجود دارد. راست میگوید قماندان، لیکن در مورد سخنهای سردار خوب فکر کنید. ها یک لحظه کمی زحمت بکشید و لیکن از قبورهای آب پرتا درآمده می شود. تشکر. مهم نیست که چطور میداریم. راه درآمد موجود باشد کافی است. به فکر من برای سنجش کردن میارزد. وقتی زیاد نداریم. اگر با محبوسان درون بوده سلاح تقسیم کنند، دیگر با درون درآمدن نمیتوانیم. یاری طلب نکردید؟ کردیم. کمتر پس قواهای علاوگی میرسند. قواهای مخصوص همشون میرسند. اما تا آمدن آنها تمام روزنامه‌نگاران پرچم ججک را به تمام جهان میرسانند. برای همین ما باید زودتر به درون درایم قماندان. با ما نقشه محبس خانه نقشه لازم. حبسخانه؟ بله داریم. یک لحظه مرحمت. قماندان، حالا ما در اینجا قرار داریم همینطور نه؟ یعنی در اینجا. خب بعد به طرف شمال برویم. خیری به من مواد ترکنده لازم. چی؟ بسیار نه، یک روشنی دهنده دیگر در کار. مالش اینجا چی کار میکنند؟ بعد به طرف شمال برویم. شما اینجا ایستید. ما به درون برویم. خیری نیازی شما اینجا همراه افسران نیستید. من با همراه یکیت به درون میدرایم. فهمو همه با دقت باشید. یکی تمامی جست. از اینجا بدرویم. بیایید.
کمک کنید. سردارم، ایست. تو کی هستی؟ مرحمت. بیایید. برادران ایستید. خودتان رو به دست گیرید. نیت این آدم ها خوب نیست. ای تو چی ها میگویی؟ این برای ما فرصتی خوب است. من برای خوبی شما گفتم. زنه دورو با گم بزنه. رو با آنها دیهم میخواهید رو با آنها دیهم میدیهم رو با آنها میدیهم بابا چه خوب شده در رو کشا کلید پلید ندار. دروغ نگوی چی خیل نداری نیست گفتم نیست. او را با ما دید. کلید را ده نباشد مغزی سرد را پاش بدیهم در رو کشا هماش رو کشا برای زودتر بچه ها گیرید بچه ها. زودتر باشه با من هم ده. شما هم ده. زودتر باشه زودتر راه برده کماندان در اینجا یک چراغی است. مثل سردنگشتیler می شدیم. سردنگشتیler چطور این را باید آوردیم؟ افسران زمان آخر امپرای عثمانی از هم افسران ناترسودلیر بودند. وقتی که قلعه را احاطه میکردند یک سوراخی ایجاد شد. راست به سوی دشمنان حمله میکردند. ما هم به چنین حالت روبرو شده ایم. از این روی به خاطری سردارم آمد. بعد چی خیل بی برآمدن دینشان به یادت آمد؟ نمیبرایند. از این سبب نامشان سردنگنچی میباشد. معنایش این که از جانشان گذشتند. صدها نفر جانشان را شهید کردند. سردارم، سردنگچیان بسیار جسور بودند. شهادت حقیقی را به دست آوردند. برای افسران شهید شدن شهرت قیمت بهاست. جنابان، اصلا ما هم از آنها آنقدر فرقی نداریم. من شما را دوست داشتم. به گرم کنک ها آمده رسیدیم. حالا کمی به خفا می رویم. جنابان، حالا مرا کمی انتظار شوید. گوشهایتان را محکم کنید. با دقت باشید. بسیار خوب. بیا زودتر میرویم.
با آدم های با ازاده کار خوب بر اومدند. نیازی ما در درون میباشیم. از شما چه خبر؟ در اینجا یگان گپ نیست. تا حال در را نظارت بکنیم. یاردمچیان هم آمدن، اما به نتیجه آنها خیلی زیاد شدن. من گمانم که با محبسها حمله کردن. باید زودتر شویم. زودتر راه گردیم. ایستید. چی شد؟ یکی نیازی این خیلی نمیشود. باید یکان کار کنه. آنها طورت زیاد شده ایستادن. آران نیست میکنن. خیری بگو حالا به کفا روند. چیکار میکنی که؟ این را گیر خیری. اوه کوبینیم. همه با دقت باشه. میرویم خیلی. بچه ها میرویم بچه ها رچه. ما در پایان میباشیم. به حجره ها روید. راست به حجره ها روید. یگید بیا میرویم. تیزتر آواره نشوید. زودتر میرویم. یگید شیرانی من کنی ایسته؟ ما اینه ایسترش رو پاره کرده. آی بس است. اگر خواهی که از اینجا بروی قوتت رو ذخیره کن. حالا چیکار میکنه؟ گیر. از پسی من بیا. رفتیم. اکی نیازی با کجا میرویم؟ نجیب سردار در همین جاها میباشم. در کجا نیازی؟ نمیدانم خیری. حاضر از یکان جا میبرآمده ایستم. این بطاز است. محافظت کنه. با دقت باشه. نابکاران اما با شما مردن نبید. احتیاط کنه. باشه با دقت باشید.
همه‌تون میمونید. چی؟ اکا یکی تو من زنده باشی اکا. اینها از کجا برآمدن؟ از کجا؟ بچه ها خوب هستید؟ ما خوبیم سردار. بچه ها مرا پناه کنید. روگر جناب شخصی که پرچم ما رو آویزان میکرد او رو پرون. پرچم را آویزان کنید. من آویزان میکنم. زودتر، زود باش. دیگه تو آن آدم را نصارت کن. خواهی میرسی میخواستی با دستان افلاسی خود پرچمی وطن رو داغدار بکنی. وای بر حال تو. آخرین پرچم تجسمی خونی بابای تو هم هست. به شرفان. Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik. نابکاران کاری کردهشان را کردند. تا دمی که جان در بدن هست این پرچم در اینجا پرفیشان میماند. اگر تمام جهان خراب شود هم به ایزن خداوند این پرچم پایان نمی فراید. آنها با ما حمله میکنند. زودتر رویم. با کجا میروید ها؟ پرانید! با خدا که پیش راه ما را کسی گرفته نمیتواند. پرانید گفتم. دوام دهید. ای تو با من بیا. تو از کجا برآمدی؟ بیا تو رو از اینجا میبرارم. آیا من تو رو میشناسم؟ نمیشناسی. مرا که کس روان کرد. او را میشناسی؟ نامش را شنیده بودم. لیکن مرا چیکار میکنند؟ نمیدانم. و من گفت که او را گرفته بیار. تو هم با من میروی یا اینکه در اینجا ایستاده میمونی؟ مایلش میرویم. بسیار خوب. نباشد از پای من بیا. آفرین یگیت. آفرین شیر بچه من. آفرین. آفرین اکا یگیت. آفرین. بیا. زودتر. سردارم محبوسان رو تسلیم کردیم. فهم ولکن. سردارم و تاز گم شده است. چکار گم شد؟
дарҳол ӯро ёфтан дар кор. аҳмад, усмон, шумо бо ман биёед. зудтар шавед. ниёзӣ, кане бин ягон маҳбус гум шудааст. дарҳол рӯйхатро гирифта аз назар гузарон. захм бардоштагонро низ фаромӯш накун. фаҳмидӣ? фаҳмо сардорам. волкан, бо ман биё. итоат. ёрӣ диҳед мемурам. хуб астӣ бародар? захм бардоштам. илтимос маро беморхона баред. биё мошини ёри таъҷилӣ дар инҷост. кӯмак кунед. ин одам захм бардоштааст. ба ӯ чӣ шуд? ба фикрам ки ӯро паронда. майраш, мо сару кор мегирем. биё бародар. мемурам. биё инҷо ши. зудтар 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 ба қафои мошин савор шав. дар бағот чӣ кор мекунам? маро гӯш кун. худатро зери хатар мегузорӣ. зуд бош. Майлаш шуд. сару кор нагиред, ман хуб ҳастам. майлаш, як бор шуморо муолиҷа кунем. гуфтам хуб ҳастам. худои тавба. саломат бошед қумандон. ташаккур. сардорам, ва тоз дар ягон ҷой нест. ӯро наёфтем. худоё, ба куҷо ғайб зад? намедонам сардорам, аммо чӣ кардааст ки нопадид шудааст. сардорам. ниёзӣ, ҳисоботро тамом кардӣ? Не сардорам. ҳоло ҳам корамон аст. аммо як маҳбас номаш Вурал Кесер вақте ки бо як шахс гурехтааст, ӯро диданд. кӣ будааст ин Вурал Кесер? ҳуҷҷатҳояшро дидан мумкин? гуноҳаш чист медонед? боз террорист набошад? Не сардорам, алоқа надорад. ӯ соли гузашта дар натиҷаи садама маҳбас шудааст. ронандаи мошини камаз будааст. кӯ бубинем, ин чӣ хел садама будааст? садамаи аҷоиб. ин шахсест ки ҳамроҳи Мемдуҳ ва Раъно ба ҷарӣ афтода буд. набошад Мемдуҳ? айнан ҳамин хел сардорам. хайрӣ, ҳамаи камераҳои гирду атрофро кофтукоб кун. майлаш. боварӣ дорам ки Мемдуҳ дар ҳамин ҷойҳо будааст. рафиқон, эҳтимоли калон ин одамро Мемдуҳ бурдааст. ба фикри ман ҳам сардорам. раъно қотилатро ёфтам. шахсе ки туро аз ман ҷудо кард, ӯро ёфтам.
اکنون تنها برای تو زندگی میکنم. اکنون در هر یک نفسم فکر کشتن شخصانی رو میکنم که تو را از من گرفتند. عاقبتش چیزی که شود شدم کرد. از قفایشان کسی که برایت برآمدم گیرند. حیات همه آنها را یک به یک نابود میکنم. همشون را. اکه ایگید بخیر است؟ اکه ایگید نوارها را یافتم اکا. بعد از جایی که شما در آمدید از آنجا آنها فرار کردند. زود با کامیراهای مرکزی در تماس شوید. خوب بفهم باری آخرین ماشین را در کجا دیدند؟ این را هم فهمیدم اکه ایگید. آخران مراتبه در راه شیله دیده بودم. اکنون فهمیدم. چی شد؟ میمدو و رانو در آنجا به صدمه دچار شده بودند. نباشد او را میکشد. من زود میروم. شاید آنها را در راه دریافت کنم. مایلش من هم با تشکین گپ میزنم. تشکین در کجا بودن پیکس رو میداند. این آدم دیوانه است، لکن در کارهای ما با عقل و نزوده کار نمیبرند. کنی بینیم از او یگان چیز آموخته میتوانیم. فهم سردارم، من میروم. زودتر باش. زودتر برا رسیدیم. کجا شدی ها؟ کجا شدی ها؟ قریب بود که از به هوایی میمردم. نفس گیر شدم. بیا اینجا کجاست؟ برای چی مرا اینجا آوردی؟ در این سوال لباس چی کار میکنی؟ برای چی مرا اینجا آوردی؟ گوش کن، نگاهی تو به من معقول نشد. مرا با اینجا برای چی آوردی؟ نیتی تو چیست برادر؟ اینجا رو به خاطر داری؟ کیم چخیل به خاطرم هست اما بین خوبتر به گرد و اطراف نظر کن. شاید این عکس برای به خاطر آوردن تو یاری گیرد. نه به خدا به خاطر نآوردم. اما من امینم که به خاطر دارم. ای برادر تو چی دیوانه‌ای؟ چی کار کردنی؟ من تو را فهمیدم. آخر تو میرود و میآید. من به تو کمی یاری میده. چی کار میکنی ها؟ برای به خاطر آوردن اتم. ایستا برای چی مرا میزنی؟ من چی کار کردم؟ چی کار؟ به خاطر آوردی؟ ها؟ به خاطر آوردی؟ آوردم. به خاطر آوردم. تو از کجا با پایم پریده بودی؟ همراهت دوست داشته بود ها؟ با فکرم گوش کن که خطر شده است. این حادثه تصادفات بود. همین خیلی. پس برای صدمه کرده چند پول گرفتی ها؟ پول نگرفتم اکا. خدا زند که پول نگرفتم اکا. تو رو میکشم. هرگز به من دروغ نگو. به من دروغ نگو. کمتر پس تو هم از اینجا میپری. برای همین چیزی که میدونی آدم بری فهمم. اگر روستاش رو گپ زنی احتمال خلوص میشوی. تو چی کار کردنی هستی دوستم؟ خدایا دیر نمانم. از سری من هم چون این حادثه ها گذشته است و خوب میدانم که این نابکار را میپراند. از این ترسیدم که اجل تو در محکمه می آید یا اینکه غیر از من یگان کسی دیگر تو رو میکشد. محض برای همین کار به محبسخانه حمله کردم. آیا میدونی که برای من تو چقدر قیمت بها هستی؟ اکا با تو گفتم که ناگهان شد. تصادفاً ناخوش شد. گفتم که ترمز کباس ویران شد. من یگان گناهی ندارم. قریب یک سال شد که این حادثه رو فکر میکردم. معشوقم شخصی که دختری در فاتحه بودم را از دست من گرفته است. فکر کشتن او را میکردم. کنی حالا گبزان فرمون رو از کی گرفتی؟ اکا یگان خیلی فرمون نبود. چرا با من باور نمیکنه؟ قرال با تو هم فکر شده نمیتوانم. این خیلی گپ زدن من رو مجبور میکنی که تو را جزای بد دیم. چیکار میکنی ها؟ دیوانه شده ای؟ دستم را سرده گفتم. سرده گفتم. نچون برکت نکن. نچون مدد کنید. دیوانه شده ای آقیر. لعنتی. انگوشتم با تو دیوانه.
سردارم دیگه در کجایی؟ آیا بنا زمین درفتی؟ نزدیک میشوم سردارم کمی پس در اونجا میشوم مایلش ما رو خبردار کن. مایل سردارم به شما زنگ میزنم این لباسی عروسی رو 2 روز پیش از اونه که تو ما رو با جر پرتفته بوده گرفته بودم. در تویمون باید میپوشید. به نهایت خرسند بود. بعضا شبهای دراز نشسته از خانه‌داریمون گفتگو میکردیم. از چه خیل شدن خانه‌مون، حتی نام فرزندی تولد میشده همون رو نیز گذاشته بودیم. گفتم که یکون خیلی نقشه نبود نخواست شد یکون خیلی فرمان هم نبود اول همه انگشت‌هایت رو یک میبرم، بعد گوشت را، بعدا چشمهایت رو میبرارم. البته که این کارها رو پیش از مردنت میکنم. داد و فیغانت از محتاب شنیده میشود. اکا با من باور کن من نگاه کار نکردم. مرکز استحصال نیفک اینجاست؟ خودش اتاق 1405 سردارم. فرزندان شیطان قرار نمیستن خیری. پس ما چیکار میکنیم؟ تیار هستید؟ البته سردارم آنها به توالچی میروند سردارم. در حال تیاری را دیدن کار. همش رو فهمیدم سردارم، اما صدیق بویروک در اینجا چیکار میکنند این رو نفهمیدم. آیا اینها دشمن نبودند؟ چی خیل با پیک از دستی به دست کردن میگردم؟ خیری دشمنان خلق با یادگر اتفاق میباشند. نشان میدهند که با یادگر گویا جنگ میکنند. دشمنان خود را خودشان تشکیل میکنند که خود را از دشمنان حقیقی محافظت کنند. راست آدم های اینها گویا برای دعوا می اومدند، اما این لاشخوران باشند، بازی کرده شراب خورده کیف و صفا میکنند. پس چیکار میکنیم؟ آنها رو چخیل نظارت میکنیم؟ چخیل گوش میکنیم؟ من کوشش کردم سردارم نشد. در 2 دقیقه جای مرا یافتند. کوشش تو بر این جاسوس و تاکسیچی اینقدر میشد پسرم. با این هم شکر کن. خیلی شکر کن. با ست این جهازهایی که از اینترنت گرفته ای، آیا فکر میکنی که تشکیلات ارکن کاندو رو نصب میکنی ها؟ آهسته سر کردم. اول دکان بعد شرکت کلان. نام شرکت را خدمت رسانی گوشکنی تشکیل بیمون. سردارم تنها گوش کردن نه، نظارت هم کردن در کار. سردارم سلسط گویی رو بس کنیم. حالا چیکار میکنیم؟ با آتیر زن که بیاید. تشکیلات را فراموش نکنید. آواز زیر سردارم. یعنی همش را خوب فهمم. برای ما را کشتنت از کی فرمان اکا گرفتی؟ یکون خیلی فرمان نبود. گناهکار ترمزی ماشین بود. دیدی که من برای همدیگر فهمید چیزی که از دستم اومد کردم. اما تو همکاری کردن نمیخوای. اینجا بیا. آدم بر این فهمان تا اینجا عذاب نکشیده تو رو کشم. نباشد این عذابی تو روزها 7 ها دوام میدهد. با من بگو از کی فرمان را گرفتی؟ گپ زن از کی گرفتی؟ از کی؟ در همانجا برات دوستم. گبزن کی خواست که ما موریم؟ خستی جانی رهنا را کی خواست؟ گبزن به هر حال میبوری. کی را محافظت میکنی؟ تو چند پول دادند؟ چه؟ نگون گب داری؟ چی گبه داری بزن؟ وقتی زیادی نداری؟
Advokat! Advokat? Kadom advokat? Kadom advokat? Orzu! Advokat Orzu? Sardı. آیا این فرمان رو به تو او داد؟ بله خودی وای داد. عذر میخواهم برانو وعده داده بودم وعده داده بودم که تو را یافته به قهر دوزخ روان میکنم بعدی کار این که وقتی که مسئله رانو شود بسیار حساسناک میشود تو را بخشیده او را غمگین کردم نمیخواهم کلمات ایست دوستم! دوستم ایست! نکن این کارو بابا این چیزها را بین اگه این چند پول میستر؟ پول بسیار خیلی بسیار تقصیر را فروشم خریدن نمیتوان اینقدر قیمت؟ همین خیل اکا جان دوریست همه اینها در گردن من امانت بباشد کاردار نشو سردارم یک مشکلی هست آنها یک تجهیزات قوی مانع شونده موج را استفاده میبرند من گفته بودم سردارم یک کمی صبر کن در حال بطاقت نشو مان مطارش خنک شود بس چیکار میکنیم سردارم یک ثانیه اجازه دهید یگان راهش را مییابم عاطف زودتر شو ای برادر تو یگان کاری دیگر نداری مگر خیر میله چرا عصبانی میشوی تشکین کنی اینجا بیا بیا اینجا شینیم آدمی صبور تیز عصبی میشود شین کیا بود است در گرده نفر شناس کنم جوره پیشینم یگیت این باشد ورال قاتل رانا دوستم سلاحات را پرتو سلاحات را در دنیا این سخن رو با من میگفته که آخران شخص تو هستی میدانم اما به هر حال تو سلاحات را پرتو تا اینا با کار رو در زمین زیر خون نبینم نمیشود نیتی تو را خوب میدانم میخوای که انتقام رعنا را بگیری گوش کن فکر نکن که تو را ناحق میشمارم اما این کاری میکردت خطا است خواهی قبول کن خواهی نه اما این خطا است گپ این رو نگاه کن آیا تو نبودی که بعدی مرگ حلیمه همه رو با آرامه بریدی آیا تو نبودی که آدم ها رو در تک خانه ها اشکنجه میکردی حالا باشد با کدوم رویت زیدی من برآمده گپ میزنی که این کاری من خطاست با کدوم رویت بله من همچنین خطا کردم لیکن گفتنیم که تو تکرار نکن جوره من کردم و پشیمان شدم دستم خونالود و در وجدانم داغ سیاه باقی ماند من از این چی منفعت دیدم چی فایده دیدم من خطا کردم تو خطا نکن دوستم ممدو یک بار به من نگاه کن به من از برای خدا یک بار به من نگاه کن ای بشر شاید به تو یکان کاری کردن به تو دارو دادن قربانت شوم جوره به من بگو آخر دیگر مرا چیکار کنند حیاتم را سوزاندند رعنا را دزدیدند عشقم را دوستم را همه چیزم را دزدیدند علاوه بر این شخصانی که این عملها را کردند باز برا زنده ماندند جگیر من مردن را از رعنا دیده بسیار در حق کردم سفسطه‌گویی نکن دوستم سفسطه‌گویی نکن زنده بودن و مردن ما به حق وابسته است در نصیبی هممون چی قدری که باشد زندگی کرده بعد میموریم این آدم رو سرده با تو صحبت کنیم چی دردی که داشته باشی به من فرمان گوش کن جوره میدونه که برای تو جانم رو میدهم بیا چی دردی که داشته باشی به من بگو قربانت شوم بگو سلاحات رو پرتو این آدم رو سرده بیا چی سیری که داند یک جلال رو بگم بدارم بیا این نمیشود برانو وعده داده بودم دوستمی دوستم
کنی بخور جانکم نوش جانت شود. وطن را این خیل خورده عذر به یکدیگر تقسیم کنید. جنگ نکرده، دوستانه، صلحانه. گفتنی که مثل یک درخت تنها و آزاد در یک جنگل. گفته ای تو در فیلم ها می شود مینیکم. این آدم ها تاثیر کردنشان نخورن نمی شود. آقای بران حمله کردند. این خیل نکنید. باز من به آقای عالی جناب بران گفتنی بودم که دو سرداری خلقهای با نفوذ یک جا آمده شادیانه تبسم کرده این را نشان دهند که خلق به پا میخیزد. هرگز من اغوا را دیگر برداشته نمیتوانم. جناب خبر اومد احتمال یک چند پلیس به مهمانخانه در آمدند. شاید ما رو گوش کرده ایستادند. چیکار کنیم؟ یا خدا، اگر نواره ما برایت دیگر به منطقه پای ماده نمیتوانم. نفوذم تمام میشود. برای این نترس. آبروی تو در دستی بران بزرگ است، در بین دو لبش. غمگین نشو صدیق جان. پیکس همه را حل میکند. شما براحت باشید، من این چیزها را یافته نیست میکنم. نگران نشوید. کنی بیا با من بیا. کنی نشان ده در کدام حجره جهازها را جایگیر کردند. تو بازدید. نگران نباشد عالی جناب. پیکس جان کار را حل میکند. گفتم با تو چه شد؟ اگر تو ما را فریب میکردی. یگان کس را فریب نکردم. نباشد به خودت بیا. اخلاق را بجایش گیر. از پیشم دور شو بگیر. کسی که باشه فرقش نیست. تو برای من دیگر چورا نیستی. مرا گوش کن مرا. میخوایی که من تو را بکشم؟ میخوایی که دستم را با خونی تو آلوده بکنم؟ با خونی دوستی خودم؟ آیا میخوایی که من تو را بکشم؟ آیا تو مرا بکشه؟ نمیدانم که مرا کشتن میتوانی، اما باوری دارم که خنداندن میتوانی. عهدی برادری همان را اندیشه کن. دیدید؟ زودتر شواطیف زودتر. حالا شما جهازهای ما رو مسخره میکنید؟ این چیز قیمت بهای شما حوالش همین؟ خب کن تشکین، یک دقیقه آرام باش. اگر من در سر این جهاز میشدم الکی به کار میدر آوردم. به خدا سردارم اگر کمی امکان داشته باشم از جیمز باند هم با مهارت تر میشم. گفتم که از دست عاطف یکون کار نمی آید. زودتر عاطف زودتر. وای گوش کننده نجیب یلمز از پی صداهای تنظیم کرده ای ما هستید. وای درد سر پیکس. خدا داناست باز از پی کدام بازی های نوی تو می باشم. وای اینها را یک طرح ما نجیب. من گمان میکردم که تو پالیسی حربی هستی. معلوم که تو یک پالیسی هستی که مخفی غیر قانونی گوش میکنی. معاش پالیسیت کفایه نمیکند؟ اگر خواهی به تو قرض دهم. چی گفتی ها؟ شکر خدا، قسم کردیم که از دهان در نامردانی یک قطره هم آب ننوشیم. من قرض دارم، البته قرض دارم و خداوند قرض دارم و دیگر قرض در چه من بسته است. نجیب سردار، این قدر از دین و ایمان گپ میزنی و کنی گپ زن بارهای غیر قانونی ما رو گوش کرده در فیته ها تنظیم کرده به همه پیشکش میکنی. آیا این با ایمان تو راست می آید؟ آیا وجدان تو میبردارد شخصی که همیشه در فکر وطن و خلق از شان شرف او را در نزد مردم پس کنی؟ قریب بود که سخنهای تو اشک چشم مرا قطارک میکرد. گوش کن، میگویند که عالم را شکل میدانی؟ مثل خودت در کتاب ما مثل تو از قفا زدن نیست، اشکنجه هم نیست. تو خودت خوب میدانی که من
بدون قانون حتی یک قدم نمیمانم و نمیگذارم. نگران نباش، این گوشک ها طبق حقوق و قانون می باشند. همش را از محکمه اجازت گرفته. و این باشد اجازت نامش. لیکن این سخنان را تنظیم کرده در اینترنت و تلویزیون پخش کردن غیر قانونی نیست؟ نجیب سردار؟ سخنان علیه مرحوم سرمت قهوچی که پخش کردن و این رو بنده صادقت ندیم پخش کرده است از او پرس. علاوه بر این اگر این پخش نمیشد کی و برای چه کردنش معلوم میشد. و تو یک سخن بزرگوارم رو میگویم. گوشایت رو باز کرده خوب گوش کن. شاید فیض گرفته آدم شوی. اگر یگان کار مخفی کرده شود این کار حرام است. اما تو چی بودن حرام رو نمیدونی. حرام و حلال رو با هم آمیخته کرده. این سخنان را به سر دیگران بار کن نجیب سردار. ها، در صحیفه اول روزنامه ها نشر کنم. دقت دقت دقت. پالیسی با اخلاق نجیب پالیسی ساخته بوده است. چه خیل خبری روز می شود؟ دوستم نهایت کارات را کردی ها. تو حتما جواب این عمل را خواهی داد. کارمان با تو تمام نشده است. حساب و کتابمان با تو تمام نشده است. چی شد نجیب سردار؟ وقتی که بلندگویک را ساختن سلاح از بین رفت. اولها با تفنگچه میگشتی، حالا باشد با سلاح دشمنان خود را سپر میکنیم. 100 سال شد که میدیا در دستتان میباشد و همش عیان است که چگونه خبرهای بد اخلاقی را انتشار میکنید. آیا این تو نبودی که در حادثه 26 فوریه زنها را با شیخان ساخته یک جای کردند؟ نواری آنها را پخش کردی. آیا آن شخص تو نبودی که تمامی مقامات های دولتی را اغوا کرده میخواستگی کار را انجام داد؟ اگر خواهی انا سلاح، انا بازو. مادام این که خیل باشد مثل روزهای گذشته خودت را نشان میده. گوش کن نجیب، برای قاتل پلیس بودنم غمگین نیستم. اگر تو را کشم غمگین میشم. آخر برای من دشمنی قیمت بها هستی. باز کن این سفسطه رو پیکس. نباشد بگو که زورم نمیرسد. در مقابلت هستم، کنی مرا دستگیر کن. پیکس اگر به جای تو میشدم و هوای تازه برآمدم منظره های زیبای استانبول رو تماشا کرده کیف صفا میکردم. برای چی؟ بسیار نه. پس از 1-2 روز میبینی که در محبس یک دولت وقوع مییابد. این مراتبه که به محبس در آمدی دیگر جای برآمد نیست. این رو دانسته گیر. برای مرا در محبس محکم کردن زوری تو نمیرسد. اما من که سروزیر شدم تو را به خکری روان میکنم. من از این کیف میکنم. شخصان اقتدار به دست را که 10 سال قبل بودند به آنها نظر کن که در کجا میباشند و عبرت بگیر. برای من همه جای خاک وطن است. در خکری هم برای وطنم خدمت کردن شرف است. اما از یک طرف دلم به تو میسوزد. برای چی؟ برای آن که تا حال در عالم خیالات میباشی. بازم چندین گناهت باز میگویی که سروزیر میشی. وای بر حال تو.
میرویم برادران. چیزهای لازمه رو گرفتیم، چیزهایی که دیدن میخواستیم دیدیم. جمع کنید میرویم. با تو یک راه آسان گویم. چه خیل راه؟ راهی که از محبت نجات یابد. کمی بگوی. بگو که عقل سالم ندارم. یعنی دیوانه گفته استراحت کن. آخرین دروغ نیست؟ نجیب سردار، عقل سالم دارم. احتیاج به سفسطه‌های تو ندارم. نباشد معادله زکاوت خودت را استفاده کن. اینش برای چی؟ برای که حالا هم مثل زکاوت کودکان باوری داری که انقلاب میکنم، سروزیر میشم، آخر به سر پدر. به سر پدر کلانهای تو علیکه ضربه سخت زدیم. تو باشی تا حال از پی یک شخص میدوی که ایدیا دارد که من از ایام کودکی شیمم کوتاه بود. انقلاب چی بودم؟ از پی آن میروی. این را بفهم پیکاس. چرا فهمم نجیب؟ آخر وقتی که او با شیم کوتاه بود شخص انقلاب چی بود؟ تا حال عقل او مثل شیم کوتاهش کم می باشد. زمانه عوض یافته است، مردم تغییر یافته است. شما تا حال یک نقاره را میخوانید. حیف، در حقیقت حیف. هم در تلفن داد زدم که مرا با وکیل پیوست کنید و هم به زیر میز در آمده خندیدم. باور کنید ترسیدم که ساختکاریم آشکار میشه. آقای کایا، حالا در جهان مثل شما شومی نمایشگر نامده است. تجربه سالهای درازم. سوراخی نمانده است که من ندر آمده باشم. گروه نیست که من اغوان انداخته باشم. در همه کارهایم مثل گفته شما رفتار کردم. بله جناب، مسئله همون رو حل کردیم. می توانیم که جلسه رو آغاز کنیم. بله نغمه بازی بس. از کارهایمان سخن کنیم. برانی بزرگ، چی خیلی که شما میدانید آقای صدیق هفته گذشته در نزد تمام کامیره ها به رفتار سیاسی خوبش پیوسته بودن خودش را به دعوای ما نشان داد. مثل گفته شما رفتار کردند. در میدانی که نبض سیاست زده می شود، زد و خوردهایی که کردید مرا بسیار ممنون کرد. تو را تبریک می کنم. منتظر این گونه موفقیت در میدان هستم. عالی جناب، چی خیلی که شما قید کردید آقای صدیق این حادثه را به حزب خودش علاقمند کرده است. حالا باشد یک ستاره درخشان است. باید این شو را ادامه دهیم. اگر خواهی که 100% موفق شوی، امشب با کایامینیک در برنامه پخش مستقیم اشتراک کن. شخصی در جزیره بوده را تعریف و توصیف کن. کایامینیک باشد با سخنهای تو آب میریزد. استفاده خواهی برد. در مجلس 5 سال راحت کن. ستاره خلق کرد شدنت را دوام بده. کاری کرده ات را در آینه نیلگون میلیون ها نفر تماشا میکنند. بیست نام شخصی در جزیره بوده را تکرار کن تا اینکه خلق به اغوا درآید. این کار آسان است. فردا عملیات های بزرگ سر میشوند. بمب ها میترکند، همه را اشغال میکنند. یعنی تو فرمایش سرشوی این کار را امشب در پخش مستقیم میدهی و تو تا آخر باوری داریم کاری تو را میبینیم. من سخنهای تو را خوب آب میدیم، چنان لقمه زیبا برایت میدیم که جوانان از خود میگذرند. آنها برای خود را به بام ترکاندن نوبت میایستند. بعد چیزی خواسته ما عملی میشود. در این سرزمین خلق به پا میخیزد. در کوچه و خیابان ها صدای انقلاب شنیده میشود. مایلش، اگر انقلاب لازم شود این را هم میکنیم. چند بار کرده ایم. بسیار خوب میدانیم. چرا داد میزنی؟ از روزنامه من به تو چی؟ آیا اوچم یا کتادم میباشی؟ با من گپ گردانی نکن. چرت بهای دو داری. دارم، کاری تو چی؟ کنی این را با من ده. تایر کرده از هم باشم نگذارم، کاری تو نباشد. تنها دادم حق دارد که کار گیرد. مثل پدرش بباشد. تنبل خوجه تنبل خوجه تنبل خوجه خوجه تنبل. من تنبل نیستم. اما در پوست شما شور. در این خونم نه راحت است و نه دیگر چیست. اما درسای من خوب است. امتحانهایم بسیار خوب گذشت. برای آن که تو دختر دداد نیستی، تو نبیره یگانه من میباشی.
آن این رو نگاه کن تنبل خوجه. آرزو برای رانو را از دستی من گرفتن جزایش را میکشه، اما سر و سیمه نیستم. البته که از اون من میشوی. فکرت را بگو. به خدا نمیدونم. یکون جایی نمیدونست اگر نه صدیق تاریخ مینویسی مثل خیابان‌های عرب از خیابان‌های شما هم صداهای انقلاب شنیده میشود. آدم‌های ما باشد مثل در مصر بوده همه‌اش را در اینترنت نشر میکنند. حالا باشد در جمع مدیا علیه ترک‌ها و کردها برای اغوا انداختن گروه‌های مخصوص تیار کرده ایستادند. یعنی جنگ سیبر می شود. تاریخ می نویسی صدیق. نام تو در تاریخ با حرف طلا نوشته می شود. من هم همین رو میخوام. برای خلقم خدمت کردم، اما اکنون کارها رنگی دیگر گرفته است. این کارها را مخفی کرده نمی شود. فکر اینش را ما میکنیم. این کارها را عقل سالم داشته ها حل میکنند. چند نفری دیگر خواهش این کار را کردن داشتند، اما من تو را انتخاب کردم. به قدرش برس. نباشد مشکلات نیست. برای این دعوا اگر خون ریختن لازم شود خون میرسیم. انا قهرمان اصلی کردها میخوام که از پیشانه تو بوسه کنم. مادامی که شرطنامه را بستیم از پی کار شو. امشب یک کار میکنم که سری حکومت از درد میکفد. من تنبل نیستم. با کجا میروی؟ من تحملی بیسوادی تو را ندارم الپرین. یک کار کرده از این بهای دیت خلاص میشوی، فهمیدی؟ اگر که خواهی درسای من خوب شود مرا کمی راحت گذارید. مرا به نزد دندم را اون کنید. به نزد دادن میروی؟ این را فراموش کن. خواهی نخواهی اینجا با ما زندگی میکنی، فهمیدی؟ در جایی که راحت نباشد خواندن هم نمیشود. من شما دوست نمیدارم. اینجا زندگی کردن نمیخوام. از پشت شما به هوایی بد نگیرم. آخی را بار میگویم الپرین، یا به خوبی در سیر میکنی یا به گندگی، فهمیدی؟ الپرین جانکم تو سر کار میگیری؟ من بینم که کیست. کیست اینجا؟ خدایا مسخره میکنند. نمیدونم کی باشد. سلام خانم آزاد. توی میندو؟ مرا ترسندی؟ اگر مرا برات بگویی خوشحال میشم. چه خیلی که خودت خواهی برات. بخیر است. در اینجا چی کار میکنی؟ گپ زدنمون بر کار. اویده چی گپ میزنیم؟ مهم است. کاری بسیار مهم. بیا. سردارم چرا پیکس رو به پول رسم میگیریم؟ دیوانه شدم به خدا. بسیار گرم نزن خیری. کار از را کن. زودتر خیری. خسته نباشید سردارم. یگان پیشروی هست؟ این آدم ها از پای نقشه های نام میباشند. راست نگیر خیری، راست نگیر. یک رسم گیرم. سردارم یک طرفی است. ای بچه راست نگیر گفتم، میفهمی؟ بله سردارم. از این بعدش را من خودم حل میکنم. مردو چیکار میکند؟ دوستم از آدمگری برآمده سردارم. متاسفانه او را باید فراموش کنیم. یعنی تا به این درجه؟ بله سردارم، تا به همین درجه. یگان کس را ندید؟ بینان چی بشود؟ آیا از یگان کس میترسی؟ نه، برای این نه. گوش کن. نمیدونم که چگونه برانی بزرگ به تو باور کرده است، اما من هرگز به تو باور ندارم، فهمیدی؟ چی گپی که داشته باشی گپت رو گفته رفت. چی کار میکنی؟ دستت را گیر. هیچ کس تصور نمیکند که تو بر این دختر زیبا گندگی کرده میتواند. تو چی ها میگویی؟ چی گندگی؟
به خدا باوریم نمی آید که این موی ها و چشم های زیبایت، این چهره بیگناهت دست به جنایت و عمل های بد زند. فرشته ها. آرزو در اینجا چی گپ است؟ هیچ گم نیست سینان جانکم. برات شخصی باورینا که برانی بزرگ است. به زیارتی ما آمد است. چی میخواهی؟ کنی گپ زن؟ با تو یگان کاری ندارم پدر کلام. با این خانم سخنهایی داشتم. در مملکت آنها زردالو را میپرورند، در ما باشد دیوانه را میپرورند. فهمو سردارم، من از پی این خائنان میشوم. خیری تو با من بیا. رسم نگیر خیری، رسم نگیر. زودتر باش. سردارم تو باش. با دقت باشد. ای آدم تو چی خیلی گپ زده ایستاده ای؟ این چی خیلی جسارت است؟ گپ را دراز نکن پدر کلام. من تنها مراق میکنم که چه خیلی اینقدر دختری زیبا قصد جان آدم ها را میکند. اینها چی میباشن؟ چی بودنش را خوب میدانی. این بمبه ها رو من چیکار میکنم؟ تو کاری خودت رو میدونسته بوده ای. برانی بزرگ همین خیل گفته. تو با من بازی کرده ایستاده ای ها؟ روی راست گپ زن با من. باز چه خیل روی راست گپ زنم اینش رو نمیدونم. یک شخصی عضو گروه تروریستی که با او همراه عزیزه ادرار پولی میداده اید باید بمب را بسته خودش را ترک کند. این کارها در خون آنها جایگیر شده است. با دستان خودت میداده ای باقی کار را با خودش گپ زن. همش رو به تو میفهماند. پدر کلام من حیران هستم که چه خیلی اینقدر دختری زیبا قاتل میشود. مرا پدر کلام نگو. چه خیلی که خودت میخواهی پدر کلام. برات بوده است. Akay Memdu این شما هسته. این شما هسته. شما زنده اید Akay Memdu. از نزدم دور شوی باشه. مرا تنها گذار. Akay Memdu این من هستم. نشناختی این من الپرین. از دیدن شما شاد شدم. شما چی شاد نشده Akay Memdu؟ نشدم. آیا دادم تو رو دیده است؟ Akay ایگی تو رو دیده است؟ الپرین با تو یک گپ زنم. گپ زن Akay Memdu. با گذشته صلوات. با هر دویش دیگر کاری ندارم. با Akay Memdu چی شده باشد؟ تغییری افته است. عجایب شده است. چرا با ما چنین رفتار کرد؟ جوانها در نردبازی 5 و 3 پرتافتن را دوست می‌دارند. من گمان کردم که در نردی بخت دارم. کار را به شانس نگذار پیکس. حساب کن. سردارم برادری فراش آمده است. چرا ایستاده؟ گپ زن درآید. اجازه دید من با او سر و کار میگیرم. خودت میدانی پیکس. شریکم سلامت باشی. چقدر خوب هستی؟ به امر و فرمان شما تیارم. فرمان را من نمیدیم شریکم. وطن منتظر خدمت است. جناب فرمان دید کافی است. نباشد گوش کن. امشب یک خائن وطن
دنیا را پدرود میگوید، یعنی که او را کشته میتوانی. چیزی که شما خواهید همان میشود. بسیار خوب. این صدیق خائن در یک برنامه مستقیم تلویزیونی برآمد میکند، باید او را بکشی. آیا میکشی؟ یگان ذره شبهه نکنید. آفرین. همین خلتیرهای تو ناموس و شرف این وطن را نجات میدهد. ننگ و ناموسی وطن ننگ و ناموسی من است. کسی که به من دست میزند دست شکست، زبانش بریده و جانش گرفته میشود. و تو تا به آخر باوری دارم. جزای او را بده، اشک چشمم را روان کن. شیرکم، فرزندانت را مثل فرزندانم نگاه و بین میکنم. 1000 فرزندم فدای این وطن باد. اینها کارهای میده چوده میباشند. جناب حجت به گفتن نیست. چقدر جمله های زیباست. بیا از پیشانیت ببوسم. اکنون بیرو. کار را که تمام کردی، بعد چی کار کردن؟ بله این بچه رو در مزاری بیچارگان به خاک میسپاره. آفرین. بعد از این چی نقشه دارید؟ این را برات گپ زنم. اجازت جناب. گپ زن برات. امشب در پخش مستقیم شخصی معروف کردها کشته شود، پس فردا چی می شود؟ حالا آرزوی عزیزه دو تروریسته که به آنها ادرار پولی داده بودند آنها را راضی کنند. فردا این نفرها برای کشتن آن شخص همه را به خون مبدل می‌گردانند. بسیار خوب جناب. چهره پریشان یگید را دیدن برای من کیف و صفا می شود. حالت خوب است؟ خودت رو چه خیلی حس میکنی؟ بسیار بد هستم خانم آرزو. دکترها گفتن که 2 ماه دیگر زندگی میکنی. این رو بخور، راحت میکنی. تشکر خانم آرزو. نوشی جانت شود. گوش کن جمال، با تو یک سوال دارم. آیا میخواهی که در این دنیا زندگی کنی؟ شما رو نفهمیدم. به خلقت خدمت کردن میخواهی؟ از آنی که آدیانه میموری قهرمان شده موری بهتر نیست؟ چی گفتی؟ نمیدونم خانم آرزو. آیا جایی نمیدونمش هست جمال؟ راستی گپ این سخنها رو زدنم اونقدر خوب نیست، اما متاسفانه بعد از چندی مردنت لازم بدنت پوسیدن و بود می شود. از دیگر طرف مرگ تو می تواند یک داستانی قهرمانانه شده باعث نجات خلق خودت شود. نام تو در شعرها حکایه ها گرفته می شود. هر سال در موسم یاد بودت هزاران نفر بنیاد انقلابچی شهیدان را قید می کنند. نامت در تاریخ باقی می ماند. پس از تو عائله‌ات میموند. فکری آنها را نمی کنی؟ آنها چی میخورند، چی میپوشند، با چی زندگانیشان را دوام میدهند؟ گوش کن جمال، مرگ تو با آنها فایده میآورد. یک جامدان پر از پول میدهند تا آخری حیاتشان آرامانه زندگی میکنند. فکری پدر و مادر برادرهایت را کن. دیگر خلق اذیت کشیده دوم درجه نخواهد شد. پول زیاد به دست میآورند، ثروتمند میشوند. آیا این برای فداکاری تو ارزنده نیست؟ میارزد خانم، میارزد. چیکار کردنم رو گپ زنید، حتما میکنم. جمال در درون این بمب می باشد. کنیگیر تعلیمات رو گرفته بودی؟ چه خیلی استفاده بردنش رو میدونی؟ کنی قهرمانیت رو بینم. به خلق و عائلات خدمت کن جمال. عائله مرا نگاه بین میکنید؟ علاقه به نام پدرت صورت حساب شدم.
خیل گذشت؟ چه خیل گذشت؟ پول گفتم، خلق گفتم، آزادی گفتم، بمب رو قبول کرد. روژده چی؟ آیا او هم بمب رو قبول کرد؟ خوب شد که گروه تروریستان شخصهای نادرکار را نیست کردند. همین طریق از غضب جوانانی برزگاو به آسانی فایده می شود. بسیار سخن کردن هم در کار نمی شود. خانم عزیزه، از دست شما کی خلاص می یابد؟ در این سن و سال با این خیل فعالیتتون از جوانان دیده با مهارت تر می باشید. از که یمینی که برات می گیرم. اصل قوه او به همه ما. اگر این مردم این گونه ساده رفتار کردن گیرد، بسیار کارمان را انجام می دهیم. کو بخندید تا کی میخندید؟ خدایا یگان شبی نیست که بدون یگان حادثه روز شود. لابایگید سردارم، من در نزد شبکه تلویزیون هستم. مینیک با صدیق دستی به دست به بنا در آمدند. یگان جای تعجبش نیست. آخر که مینیک استاد آنها می باشد. اما در اینجا مخلوق‌های بیگانه ناشناسی هستند. چخیل؟ شاید تکشی بمب به عمل آیند، شاید تیرپرانی شود. زحمت هم باشد شما یک بار به اینجا بیایید. والا تو را با آنها سر به سر مانده نمیتوانم. نمی شود سردارم، نمی شود. چشمم برای شماست. نمیخواهم که از حادثه اینجا رخ میداده شما محروم شوید. مادام اینکه این خلاص می آیم. بیایید سردارم، بیایید. شما را انتظار می شوم. کو ببینیم این رزیدان چه نقشه ای دارند. یکی از کجا پیدا شد؟ باز نقشه ها همه برباد می روند. اومدید مرحمت. شما به این طرف. به فکرم بار این آدم بسیار وزنین است. کو ببینیم به کجا می رود. جناب با این اماناتی در بدنتان بوده ما شما را قبول کرده نمیتوانیم. اکنون قبول کرده میتوانیم. مرحمت جان. کنی بینیم آیا سرویس ها را دوست می‌دارید خانم آرزو؟ اپا آیا شما باوری دارید که فیلمی خوب نباشد؟ باوری دارم نوربانو جان. باوری دارید؟ همش رو نخور. این مثل آن فیلم هایی نیست که یک آدم از اول فیلم تا به آخر راه بگردد و تمام.
یعنی دلگیر کننده نیست. تماشا کرده میبینیم. زودتر بسیار گپ نزنید نباشد دیر میمونید. مایلش میبریم. شب خوش جانکم. تو الپرین رو دقت کن. از عهده این فرزند پدرش میبرایم شما نگران نباشید. سبیل چرا او نمیبردارد؟ این آدم باز چی میخواهد؟ تلفنش را خاموش کرد. مایلش خوب تماشا کنید دیر نکنید. مایلش جانکم دیر نشده میویم. نوربان و کمربند رو بستن رو از یادم نبرایی. خاطر نشده اپا جون دادم با من خوب آموخته بودن. یه نوربانو بس کن گپوی دادات رو زودتر سوار شو تو این که دیر نکنیم. مایلش با شما یک فیلم نشان میدهم که در حیات سرتون دیگر فراموش نمی کنید. این چیست؟ با دستتون چی شد؟ این خونه است. خونه است مگر؟ چی شد دخترها چی شد چرا دان نزنید؟ داخل ماشین. کمتری دیگر ماند آرزو به نزدیکی جسد تو رو هم خواهند یافت. چه شد زنگ زده بودی؟ نقشه ها ویران شد. در حال با تلویزیون بیا. باز یگید کارها را چطاق کرد. یگید حتما باید مزه تیر را چشد. نباشد ما میچشانیم. در حال میآیم. بابا جون در آنجا کسی هست؟ انا در آنجا. هی کیست تو؟ کسی باشی در حال به میدان برا. با تو میگویم کسی که نباشی برا به میدان برا. تماشابینان گرامی امشب یک مهمانی عالی خطر در مهمانی ما می باشد. آقای سچکین صدیق بیروک. او با فعالیت های و برآمدهای سیاسیش مشهور می باشد. خوش آمدید آقای صدیق. خوش باشید. و در برنامه ما شخصی که همیشه در مهمانی ما حضور دارد آقای کایامینیک می باشد. خوش آمدید. خوش باشید. من اکنون برنده اساسی این برنامه شدم ندیم جان. این برنامه ها به شما مزه و لذت نمیدهد. خیر میلش گپ را دراز نکرده سخن را با آقای صدیق میدهیم. آیا شما در خفای سخنهای سختی که روزهای آخر زدید میایستید؟ آیا با شخصی در جزیره بوده بعد از این قدر فشارهای زیاد او را باز عالی جناب گفته خطاب میکنید؟ آقای ندیم این فشارها ما رو افتاده نمیکنه. شخصی که محترم باشد من او را چطوری که لازم باشد همان که خطاب میکنم. کسی که مجاهدی آزادی پرست باشد او برادری من است. انا همین خیر. آقای صدیق چی گفتند را میدانی؟ این خلق چندین شهید داده است، چندین نفران معیوب شده است. تو باشی خسته پشتی این گونه انسانها را میگیری. این کاری نمیشدنی هست. هزار مردم به خیابان برآمده اغوا کنند یگان ذره ناحقی نمیشوند. راستی گپ عقلم نمیگیرد. تماشابینان محترم آیا دیر نکرده؟ نه نمیخواهم. بیا پیکاش بیا. حالا جای پرهیجان سر نشده است. راحت کردم. از صحبت کایامینیک دیر مانم کیفم میپرد. اگر او را تماشا نکنم همان روزم بد میگذرد. مرحمت خیلی شور است. چیها را خواهید دید؟ راستی گپ در این دور و زمانی صلح و آسایشتگی این رفتار شما را نفهمیدم آقای صدیق. شما کی؟ برادرانتون کی؟ خالی قدر کی؟ همه آنها را یک به یک آموخته بعد به مخابن من برای گوش کنید. روی راست میگویم آیا به برنامه برآمده خلق را اغوا انداختنی هستید؟
به این یگان علاقه ندارد. به کی چگونه خطاب کردنم را از تو آموختنی نیستم. علاوه بر این آیا تو با آنها این سلام را روان نکرده بودی که سلام به برادران کردستانی؟ تو را از این خیل سخن کردن من میکنم. آن زمان ها وضعیت دیگر بود، حالا باشد دیگر است. به من تو گفته نباید خطاب کنی. من در اینجا تمثیلگری خلقی می باشم که شما آنها را هیچ نیستید. آقای صدیق، من کی را چگونه خطاب کردن را خوب میدونم. شما بر این انا این آدم عزیز تنها برو این بوده. خیل خطاب میکنم. ببخشید. آقا نسبت گفته‌هایم به اهمیتی نکنه. در تلویزیون چی میباشیم و برای با حرمت شما یک سوال شما دارم. را آقا میگویم. مرحمت بپرس. ندیم جان او را آرام کن. چی خیلی آرام شوم ندیم جان؟ این که خودش را یک انسان مشهور میحسابد، من را رسما به اخوا میآورد. با قاتلان معامله قهرمانی میکنند. من چی خیلی آرام شوم وقتی که در دو غم هزاران شهید در دلم جای گرفته است. صدیق برو خوینی وطن. تو برای نیواچیان در این وطن که زندگی کردن را ندارند. مردن میشنند. دیدید جناب؟ انا دیدید کاری که من کردم نتوانستم. شیرکانی من کردن. یگید باشد مرده رفت. تو چی غمگین شدی؟ خرسند شدم که یگید این دنیا را پدرود گفت. اما از آنی که من او را گسیل نکردم غمگین شدم. نگران نباش. در این مملکت صدها یگید هست. این اش را نشد دیگرش را میگوشی. هیچ غم نیست. اگه چکار میکنی؟ آیا ما از یک طرف نیستیم؟ متاسفانه نیستیم. تو از طرف مردگانی. چرا که گفته هایتان رو کردن، او را کشتن. طبق نقشه حالا تو باید بمیری. نکنه که به من رحم کن. مرا نکش. به من تعلق ندارد. خطا نفهم. تو هم یک روز باید بمیری. سلاحات را پرتا وطاس. گفتم که سلاحات را پرتا. پرتا. نه تو سلاحات رو پرتو یگید. تو چی میگویی دستم؟ تو حالا هم به خود آمده ای؟ تو حالا هم خطای خود را تکرار میکنی؟ آیا تو با این قاتلان در یک صف قرار داری؟ من در صف خودم هستم یگید. گپ را دراز نکن و سلاح را پرتو. یگید بازندر کردن هم فایده داشته است. از قفا دوست و دشمن معلوم می شود. هرگز سلاح را نپرتا. میردو سلاح را میپرتایی. همین خیلی نه میردو.